صاحبان ترمینال‌های پرداختی در تاجیکستان از شرکت‌های موبیلی خواستند فایز مکافات پولی آنها را بیفزایند. حالا این شرکت‌ها برای خدمت‌رسانی تا 1.5% می‌گیرند که به قول آنها خراجاتشان را نمی‌پوشاند. به قول صاحبان ترمینال‌ها مکافات پولی باید از 4 تا 5% بالا برده شود. در این حال شرکت‌های آنها خودکفا می‌شوند. چند پیش ما معلومات داریم که در کمیته سرمایه‌گذاری و اموال مجلس شده بود در همین اساس در همین مسئله که قرار حکومت رو قطع نمایند. یعنی عموما هم قرار نه همین که گرفتن ستانیدن فایز از مشتریان منع کرده شود همین پونکت رو همین بکار کنند. بله. لیکن فکر من از روی معلومات ما گفتگی بعضی خدمات و وزارت ها روزی نشدن از اون جهت که پیش از اون گفتگی بر این از روی انداز این چیز عیان نمیشود. یعنی بعضی агент ها دل رو میتونن نسپاریدن و این چیز رو تفتیش کردن جدا قین میشود. از اون نقصدرش که فایز مشتری زیاد شود، فایز از طرف شرکت های موبیلی زیاد شود، از مشتری گرفته نشود. فکر من این شخصی که این بهتر است. تا بهار امسال فایز خدمت‌رسانی از حساب مشتریان ستانیده میشد. بر طبق یک قرار حکومت از حساب پرداخت‌های مشتریان ستانیدن فایده را برای صاحبان ترمینال‌ها منع کرد که باعث از فعالیت ماندن 4000 ترمینال پرداختی گردید. اما همین سوبیکتی که پست ترمینال رو بودن ما پیش دعوتشون کردیم باید گفتن که ما دیگه معلومات ما دیگه مبلغ نمیستونیم مکتوبشون رو پیشنهاد کردن. بعد چند وقت دیدیم که مبلغ بوستون سر کردن برای پیشنهاد معلومات نصحیح ما دویم باره بعد ویرا جریمه بندی کردیم که در نتیجه زیاده از 70000 سومانی به جریمه بندی کرده شده بود. هستن با دیگر مقاماتی که باید این مسئله را مورد آموزش قرار دادن از جانب مامور این مسئله مذکور مورد بررسی قرار داده میشه. مسئولان شرکت‌های موبیلی کشور در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در زمینه همکاری با شرکت‌های پرداخت کننده هیچ مشکلی وجود ندارد و طبق قرارداد با آنها معامله مالی انجام داده می شود. در پاسخ به این سوال که شرکت‌های پرداخت کننده بالا بردن فایز مکافات پولی را در نظر دارند، آنها گفتند بررسی موضوع حجم مکافات پولی سری تجارتی است. برخی از ساکنان به این نظرند که وجود چنین ترمینال ها حتی با در نظر داشت گرفتن فایز با نظرداشت خرج راه تا مرکزهای خدمت رسانی برایشان ارزانتر می شود. برای چی؟ برای چی که در پیش منایو کمپانی و بیلون تو میرایو قپل ویسپوری همین در نزدی در پیش خوند امروز میزنید پلممونی میزگرونیم تمام. بگذار حتی پرسنت فایز میگیرد هیچ گپ نه؟ نه همون کمپانی هم پرسنت میگیرد. فایز هم میگیره برای همیخه نقصره. این شهر به من خونم پرافسایوز با میخدم برای همین شده همجا بیام اونجا در پیش خونم ایستادگی میفرام میگذرونم تمام. نگیرم فایز یا که گیرن کمترک اوزی اول 3 فایز ای هر یا پرداخت میگرفتن اوزی 15 فایز یعنی ایوای گرفتن پولنش 10 سوم پارتوی 100 سوم پارتوی 15 فایز گرفتن. خیلی وای میشد که کمتر فایزش کم میکردن که مردم تشویش نمیکشید وای بابی. همکنون از 4000 ترمینال ها تنها 500 عددش فعالند.